چیکار کنم؟ امروز که تو خونم قرار بود یه برنامه ریزی داشته باشم برای خودم که بتونم روی اون روتین 30 روزه‌ای که میخوام برم. الان تقریبا 7-8 ساله میخوام یه روتین یا یه برنامه منظم داشته باشم. هر دفعه نصف و نیمه رها شده و دیگه از یه مدتی به بعد دیگه اصلا ادامه ندادم. یعنی چون میدونستم و از ترس اینکه ولش میکنم و ادامه نمیدم رهاش کردم برای همیشه. ولی از امروز میخوام این برنامه رو اجرا کنم. به نظر خودم که برم یه ذره ساز تمرین کنم، چون خیلی هم وقت نمیذارم واسه تمرین کردن و حیفه واقعا. جلسه 4مه امروز. ای بابا، اینم از اینجا ور نداشتم که گوشه بودم خوش بشه. یه چیزی رو میذارم یادم میره. دوستم اومده بود خونم و رفتم چایی روشن کردم. چایی میخوری؟ گفت آره. اومدم تو اتاقم نشستم و با هم حرف میزدیم و مادرم گفت به دوستم گفت چایی میخوری؟ گفتم ای بابا من مثلا چایی رو داغ کردم اومدم تو اتاق. کلا همه چی یادم میره یهو. و برای همین میخوام این روتین رو انجام بدم که تمرکزمو ببرم بالا. تمرین‌های دکتر سیدا رو هم میخوام انجام بدم. مرد حافظه ایران. اول ما بریم یه دونه ساده ترین چیز همین ساز هندانه رو ببینم میتونم تمرین کنم، یاد بگیرم. چون این بار دومیه که میخواستم کلاس رو ول کنم، از ترس این تمرین نکردم ولی پشیمون شدم. گفتم به هر طریقی هست من باید ادامه بدم و یادش بگیرم. 1 و از انگشت 3، 2 و 3 و 4 و وسط تمرین من هیچ وقت آرومش ندادم که یه دفعه میزنه به سرم برم یه کتاب دیگه بخونم یا یه کار دیگه ای بکنم. الان میخوام برم کشوی بدلیجاتمو مرتب کنم و خیلی عجیبه واسم که چرا همیشه وسط تمرین کارو میکنم. میخوام یه سری از این بدلیجاتو که واقعا اضافه‌ام و احساس میکنم انرژیمو دارن میخورن با دندونای تیزشون و یه سری رو هدیه بدم، یه سری هم بفروشم که باید این کارو بکنم چون واقعا دارن آزارم میدن و اصلا وقت نمیشه من همه اینا رو استفاده کنم. نمیدونم چرا انقدر. این چیزیه که من خودم فکر میکنم که از بابام به ارث بردم، انباشتگی. چون دارم میبینم که دختر عموی بابام که میشه خاله دختر عموی خودم، نوه عموش، اصلا این همشون ازدواجی فامیلی که من هیچ وقت درک نکردم کی به کیه. شما که داشتم خالی میکردم به این نتیجه رسیدم که اینا واقعا انرژی خورن و مثل یه حیوان درنده با دندونای تیز دارن جون منو میخورن، انرژیامو میگیرن. همشون هم نمیتونم استفاده کنم، اصلا وقت نمیشه. مگه چقدر گوش من توانایی داره این همه گوش ولر بخواد استفاده کنه؟ من حتی یه چیزایی رو انباشته میکردم، گفتم خب یه روز اینا رو پول میکنم. یه سری چیزایی که به دردم نمیخورد و مثلا برداشتم قطعه قطعه میکنم یه چیز دیگه ازش میساختم که حالا بماند. چه لباسایی مثلا درست کردم که دوست داشتم یه روزم طراح پارچه بشم، طراح لباس بشم، یا همین لباسای کتفا که عجیب غریب یه چیزایی درست کردم. اونا رو بعداً نشونتون میدم. حالا فکر کن ببین من وسط این ساز زدن تمرین کردن پا میشم میام این کارو میکنم، اصلا کلا همه چی از بین میره دیگه. و همیشه همینه ها. بعضی موقع میبینی فقط دارم راه میرم تو اتاق که بعداً فهمیدم اینا حرکات تکانشی یا یه اسم دیگه‌ای هم داره که یکم مشاوره هایی که گرفته بودم، مشاوره تلفنی بود، اون بهم گفت این انگشتر رستم خودم درست کردم. اومدی جلو مزاحم شدی با این مش میزنم. وای یه دفعه رفتم مسجد شاه، یه مغازه دیدم به اندازه یه اتوبوس این ردیف شده بود. یعنی می‌خواستم جیغ بزنم. اصلا عاشق برقیم، دیوونه برقم. خیلی خوشم میاد. وای ابوالفضل اینا ورشوه. یادم میاد موقعی که می‌خواستم مغازه‌ای که بخرم تو مسجد شاه تکی نمیداد. بعد از مدلاش خوشم میومد. میرفتم به چه پدر در آوردنی پولشو جور می‌کردم. مثلا میگفت از 2 تومن کمتر، 2 میلیون کمتر نمیتونین جنس بردارین اینجا. به خاطر یه دونه گردنبند که خوشم میومد، این دوتا رو خوشم اومده بود. اینم البته سفیدشو خوشم اومده بود که تمومش کرده بود. یک بارم استفادهشون نکردم. اینو یه بار انداختم. به خاطر این دوتا رفتم 2 میلیون ازش خرید کردم. خب خیلی هاشو توی تابستون پارسال تو دربند و اونجا فروختم، درکه و توچال چند بار رفتم فروختم. توچال یه بار بیشتر نرفتم. یه بچه بسیجی اومدن قضیه‌ام کرد. اینا رو میفروختم تا یه سریاش که مون رو دستم دیگه نشد بفروشم. ایناست و این انگشتراش. انقدر انگشتر رو دستبند دارم نمیدونم کدوم رو استفاده کنم. بعد همه اینا رو پاکسازی بشه. تا اینا پاکسازی نشه من حالم خوب نمیشه.
لا 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 لا. مادرم این همه سال چی کشید از دست من. فکر کن مادر من یه آدم منظم و من یه آدم فوق العاده شلخته و در هم بر هم. وایسا چی کشید؟ این تو چیه؟ این همون لباسای کتواکیه که گفتم بعدن میبینیم چیه. اینو دوستم از خودم درست کرده، میخوام واسه بعدم میگم چیکار میخوام باش بکنم. این برو. خب اینا هم برای اون کار لازمه، بعد ببرمشون. بچه‌ها دیشب یادتونه من داشتم تمرین میکردم، امروز کلاس دارم، ولی خب خیلی خوبم تمرین نکردم ماشاءالله. یعنی با یه استرس بدون تمرین دوباره بعد پشتم برم و این اتاق همینجوری ول کردم، گفتم که فردا جمع کنم. الانم که میبینم که نتونستم یه نظم به این اتاق بدم و از این همه سال من توی این اتاق بودم، همیشه وضعیتش همین بوده، هر کاری هم میکردم بازم همینجوری میشد. یه تصمیمی گرفتم. دیشب برادرم رفت برای 2 ماه یه سفر کاری براش پیش اومد. 2 ماه 2 ماه و نیم دیگه تقریبا میاد و تصمیم گرفتم که یعنی شب که اومدم بخوابم تصمیم گرفتم که همه وسایلمو جمع کنم و از این اتاق ببرم اعصاب کشی کنم برم اتاق برادرم. اتاق برادرم یه ذره هم کوچیک‌تره هم یه ذره فاصله داره. این اتاق من به اتاق دیگه وصل همیشه، یعنی هیچ وقت درش بسته نیست، درش بازه همیشه و خب مشترکم هست با من و مامانم. همین که مامانم یه مدت از دست من راحت میشه از این شلوغ بلوغیا، یه ذره اعصابش آروم میشه. همین که خب با هم دیگه پا میشیم صبح خوب پا میشیم، یه موقعی جنگ داریم یه موقعی خوبیم، کلا انگار انرژیامون با هم دیگه یه ذره یه چیز میشه، کله کشتی میگیره، مثل دیو و رستم تو شاهنامه. هی کله کشتی داریم با هم. گفتم که یه ذره برم یه مدت، همین 2 ماه هم احساس میکنم که یه دریچه‌ای برام باز میشه، یه رشدی یه تحولی ایجاد میشه. توی سکوت اون اتاق میتونم در رو ببندم قشنگ توی تنهایی خودم و خلوت خودم مدیتیشن کنم. نمیدونم اومدم بگم مدیتیشن تو ذهنم، نظر بگم انیمیشن کنم. مدیتیشن کنم یا هدفمو دنبال کنم، روتینمو داشته باشم و این وضعیت آشفته رو همه رو جمع می‌کنیم میبریم اونور. بچه‌ها خب دیگه من الان نمیتونم اینا رو جمع کنم، وقت نیست، باید برم کلاس هنگدرامم. با اینکه زیادم تمرین نکردم یه ذره استرسشو دارم، ولی خب میگم که نتونستم تمرین کنم، بالاخره هر طوری شده یقه خودم میگیرم به زور کلاسا میرم، چه تمرین کنم نکرده بالاخره یه روزی رو اون روتین میفتم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. این ولاگ امروز منم تموم شد. حتما دوباره دنبالم کنید تا ویدیوی بعدی و ولاگ بعدی که عصب کشی خیلی باحال داریم. کوتاه‌ترین عصب کشی دنیا رو می‌خوایم ببینیم. از این اتاق به اون اتاق یه حیات فاصله است. حتما با هم باشید و ببینید ولاگمو. خدا نگهدارتون باشه.